فکر کنید یک لحظه چشمانتان را میبندید و وقتی باز میکنید میبینید تمام دنیا با یک زبان خاص معامله میکنند، با یک فرهنگ خاص فیلم میبینند و تمام تکنولوژی هایی که در دست دارید ریشه‌اش در یک خاک دور افتاده است. چطور یک کشوری که تنها 250 سال پیش اصلا وجود خارجی نداشت توانست از یک مستعمره فقیر به امپراتوری تبدیل شود که نبض زمین را در دست بگیرد؟ آیا همه چیز زیر سر دلار است یا شاید ناوهای هواپیمابر؟ حقیقت این است که راز قدرت امریکا در جای پنهان شده که کمتر کسی به آن نگاه میکند. امروز نمیخواهیم عدد و رقم ردیف کنیم، میخواهیم قصه بخوانیم، قصه قدرت. تا انتهای این ویدیو دید شما به نقشه جهان برای همیشه تغییر خواهد کرد. راز قدرت امریکا را در 3 بخش میتوان بررسی کرد. الف، جغرافیای اطلاعی، قلعه تسخیر ناپذیر. آمریکا مثل یک قلعه است. در شمال و جنوب همسایه هایی دارد که تهدید نیستند و در شرق و غرب با 2 اقیانوس عظیم اطلس و آرام محافظت می شود. این یعنی آنها هیچ وقت نگران حمله زمینی نبودند و تمام پولشان را به جای دفاع صرف پیشرفت کردند. ب. مغناطیس مغزها، سرزمین فرصتها. راز اصلی در بمب اتم یا فضاپیما نیست، بلکه در این است که آمریکا باهوشترین آدمهای هر کشوری را مثل آهنربا و سمت خود می کشد. قدرت آنها در این است که اجازه می دهند یک مهاجر هندی، آلمانی یا افغانستانی بیاید و شرکت های مثل گوگل یا تسلا را بسازد. جیم، دلار و سیستم مالی، شمشیر دولبه. وقت دلار به ارز جهانی تبدیل شد، آمریکا عملاً به بانکدار دنیا تبدیل گشت. آنها می توانند پول چاپ کنند و تمام دنیا هزینه تورم آنها را بپردازد. این بزرگترین اهرم فشار در تاریخ بشر است. در نهایت شاید بزرگترین راز قدرت آمریکا نه در سلاح‌هایش باشد و نه در پولش، بلکه در تصویری است که از خود به جهان فروخته است. تصویری از رویاها، آزادی و موفقیت. اما سوال اصلی اینجاست: آیا این قدرت تا ابد پایدار میماند یا اینکه تاریخ همان طوری که با روم و بریتانیا کرد با آمریکا هم شوخی تلخی خواهد داشت؟ شما چی فکر میکنید؟ آیا راز دیگری وجود دارد که من به آن اشاره نکرده باشم؟ در کامنت ها برایم بنویسید که به نظر شما قدرت واقعی در چیست؟ دانش، اسلحه یا ثروت؟ تا ویدیوی بعدی، خدا یار و یاورتان.